زندان سیدنایا واقع در 30 کیلومتری شمال دمشق یکی از مخوف‌ترین و بدنام‌ترین زندان‌های جهان به شمار میاد. بعد از جنگ داخلی سوریه، سیدنایا به نمادی از خشونت بشار اسد تبدیل شد. گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های شدید، ضرب و شتم مداوم، تجاوز جنسی و اعدام‌های شبانه در این زندان منتشر شده است. ویدیوهایی منتشر شده که یک فرد با کشیدن یک کاریکاتور ساده مورد شکنجه و حبس ابد قرار گرفته است. اسد چه آدم ماله‌ای بوده، کش چه بی‌جنبه‌ای بوده. افرادی با آزادی بیان ساده مادام العمر به این گورستان رفتند. زندانیان معمولاً سالها در بازداشتگاه به سر می‌بردند و شرایط بهداشتی بسیار نامناسبی داشتند و بسیار درگیر بیماری‌های بهداشتی می‌شدند و به دلیل کمبود اکسیژن و تهویه هوای نامناسب و ناکافی اکثراً در حس و حال خفگی به سر می‌بردند و درگیر بیماری‌های روانی به دلیل حبس‌های طولانی هستند. در سال 2013 یک سرباز که موفق به فرار از نظام اسد شده بود، بیش از 50,000 تصویر از زندان‌های اسد را به اشتراک همگان گذاشت. به طور کلی من میترسم که همه حکومت‌های دیکتاتوری بعد از سرنگونی یا سقوط همچین ورقای رو نشده‌ای رو داشته باشن که بسیار هولناکه. به نظر شما چه رژیم‌هایی همچین زندان‌هایی دارند؟